سپاس از شما نجمی بزرگوار. صدای من اگر لومانی صد داشته باشن فکر میکنم با از طریق شما وصل هستن، درست است؟ بله خوشبختانه. لومانی عزیز صدایتان هست. خدا را شکر. بله. بزرگوار شما میشه که باز با پاسخ پرسش ما بلندتر صحبت کنید تا دوستان متوجه شوند. من پرسش از شما این گونه میخوایم مطرح کنم که این افغان و این ستان که با هم یک جا شده یا یک جا کرده شده چه ریشه ادبی داره و تاریخش، آیا تاریخچه داره بین این دو کلمه؟ کدام تاریخی وجود داره یا این یک جا ساخته شده یا این که کلمه ستان خودش یک معنای تنهایی واضح وجود داره پیش همه دوستان میدونن و ای افغان به او چسبانده شده تا بالای دیگرها تحمیل شود؟ پیرامون از این تبصره شما را میخوایم داشته باشیم. عرض درود و عرض ارادت خدمت شما جناب آقای مرزاده عزیز، شنوندگان شما و مهمانای شما. من خوشحال هستم که به ابتکار و خلاقیت دوستان یک جمع عزیزان ما چنین گفتمانه که ضرورت هست و نیاز هست، نیاز تاریخی هست، نیاز زمان هست، برنامه ریزی میشه و روی این مسائلی که در سایه افغانستان، در سایه از کشور اشغالی ممنوع بوده و ممنوعه هست و ما این خط قرمزها رو میشکنیم و حقایق تاریخی را به شکل عریان و واضحش بیان میداریم و من آرزومند هستم که مخاطبین ما، کسایی که صدای ما رو میشنوند، به این گفتمان من مطمئن هستم که خالی از نواقص نیست، اما در مجموع روی اصل گفتمان، هدفی که ما دنبال میکنیم، هدفی که ما تحقیق میکنیم، روی از این هدف تمرکز بکنه. هدف رهایی ماست. هدف همچنان که از نام جنبش ما مشخص هست، حق تعیین سرنوشت هست. یعنی ما باید صاحب اقتدار، عزت و زندگیمان باشیم، صاحب خانه‌مان باشیم، صاحب سرنوشتمان باشیم و این یک همت تاریخی هست که توسط دوستا استارت خورده و من امیدوار هستم که در مسیر تاریخ جامعه و مردم ما به حقیقت بپیونده، به تحقق بپیونده. راجع به سوال شما عرض بکنم که خب نظر به شواهد تاریخی، یعنی در یک جای نه، در چندین کتاب مثلا محل افغانستان یا جایگاه افغانستان، افغانها مشخص هست. من حتی اعمال یک کتاب پیشرویم هست که مرتبط به طبقات ناصری هست، در اونجا یک نقشه جغرافیای ایران تاریخی یا ایران قدیم ترسیم شده، نقاطهای باریز از او در اونجا مشخص شده و افغانستان یک منطقه به نام افغانستان ثبت شده. یک گوشه در قسمتی که مربوط به خیبر پختونخوا و کوه سلیمان و این مناطق جنوب و شمال پاکستان هست، اینجا مشخص شده به عنوان افغانستان. و چرا این افغانستان است؟ چون محل سکونت افغان ها بودند، در اونجا زندگی میکردند و اینا کم کم بعد از ظهور و پیدایش غزنویان بالاخره بر اثر لشکرکشی ها و مسائلی که پیش آمده به مرور زمان به سمت شمال و به سمت شمال شرق اینا حرکت کردند و بسیار هدفمند و برنامه‌ریزی شدگی نقاطی که اینجا جابجا شدن رو به مرور زمان اشغال کردن. از مردم‌های بومی این مناطق را پاکسازی کردن و خودشان کم کم به مرور زمان جابجا شدن. متشکل بودن این اقوام، خودشان متشکل بودن و یکی و دو، من در جریان همین مسیری که بین هند و ایران تاریخی هست، اینا با جنگ و لشکرکشی و راهگیری اینا چی بودن؟ مثلا وظیفه داشتن یا مشغول بودن. یک کتله مجهز بودن، یک کتله بودن که آماده جنگ بودن و برعکس کسایی که داخل خاک ایران بودن یا با ایران شرقی یا افغانستان امروزی، اینا زیادتر مردمای اهل علم و دانش و فرهنگ بودن، زیاد شهرنشین بودن، داد و گرفتی مسائل رو داشتن
و اما این نقطه ضعف از اینا هست. خب بعد مسائل اختلافات هم هست که بعد از حضور اعراب اختلافات به اونجا وجود میاد. من میخوام یک مقدار موضوع زیاد بحث پراکنده نشه و جمع بکنم ایسته که افغان ها جایگاهشان مشخص است، سرزمینشان مشخص است، نظر و اسناد تاریخی موثق در اونجا جایگزین بودن و سرزمینشان به نام افغانستان یاد میشدن. اما کم کم که قدرت گرفتن با کمک کشورهای خارجی. برای کشورهای خارجی این جایگزین کردن واژه افغانستان در جغرافیای افغانستان امروزی، ما اگر یک مقدار روی مسئله تمرکز بکنیم، برای کشورهای خارجی بسیار مهم بوده که در این منطقه مثلا بومیای منطقه از صحنه برداشته شود یا بومیان منطقه هویت زدایی شود و در اینجا هویت نو برای از این مردم داده شود، یک نام نو برایشان داده شود و این روی این موضوع کار پسیکولوژی شود تا بالاخره واژه افغان در اینجا جا بیفته. ما بحث در اینجا جمع میکنم. من اونجا هستم که در سالهای بعدی باز من در خدمت شما باشم که پیامدی از این موضوع چی بوده. یعنی افغان ها در اینجا از این نقطه آمدن با تشکل و سازماندهی خودشان و با کمک کشورهای خارجی. یعنی ما نمیتونیم بگیم تنها خود افغان ها به توان خود آمدن در اینجا، نه. در یک بخش از تاریخ اینا با توانمندی یا نوع تشکل نظامی که داشتن، سازماندهی که داشتن، آمدن در این مناطق کم کم به مرور زمان جایگزین شدن. اما بخش تداوم قدرت از اینا، تداوم حاکمیت از اینا مرتبط به کشورهای خارجی هست که به نفع کشورهای خارجی بودن. اینا با کشورهای خارجی ارتباط داشتن، با کشورهای خارجی دادگرفت داشتن، با کشورهای خارجی معاهده داشتن. همچنان در چند دقیقه جلوتر جناب استاد نجمی صاحب عزیزم فرمودن که وقتی جنگ‌های افغان و انگلیس صورت می‌گرفتن، نقاط مرکزی، نقاط هزارستان یا نقاط مثلا مناطق فارس سوارا زندگی می‌کردن، اونا مناطق مستقل بودن برای خودشان، اصلا با نداشتن با کشورهای خارجی داد و گرفت اینا نداشتن. اما پشتونها یا افغان‌ها که ارزششون یک مفهوم میرسونن، اینا پیوسته و منظم با کشورهای خارجی داد و گرفت داشتن، بر اساس معاهده و بر اساس توافق‌ها بالاخره قدرت گرفتن و در افغانستان جایگزین شدن و واژه افغانستان را، واژه افغان را بر ما تحمیل کردن و یک بخش از لحاظ روانی، از لحاظ شخصیتی ما رو میکشه، از بین میبره. وقتی که یک خانه به نام یک کسی هست یا یک منطقه به نام یک کسی هست و کوشش میکنه که برنامه از اون کس تثبیت شود، مسلما کسای دیگر که هست در اینجا اتومات خود دست دوم حساب میکنن، اتومات خود بیگانه حساب میکنن و صاحب اصلی خانه اونا رو حساب میکنن. یک پروژه بسیار خطرناک است که در مقابل از باید مبارزه شود، باید در مقابل از باید روشنگری شود و این وظیفه تاریخی ما و شما است. از شما تشکری میکنم آقای لومانی. متعاقبا میخوایم از شما پس این پرسش داشته باشیم، پس به کدام نام ها در طول تاریخی جغرافیا یاد شده؟ از چند تایش اگر شما نام ببرین، اگر خاطر ذهنیتان باشه و میشه که پیرامونش چند کلمه معلوماتی داشته باشین. من خدمت شما عرض بکنم. خب تا زمان حاکمیت عبدالرحمن خان اصلا منطقه که امروز به نام افغانستان هست، یعنی نه آثار تاریخی، نه آثار مکتوبی و نه قراردادها نام از واژه افغانستان برده نشده. اما بعد از زمان عبدالرحمن خان و به خصوص زمان امان الله خان بیشتر افغانستان امروزی وارد مذاکره و وارد قراردادها با کشورهای خارجی میشه که در اینجا بیشتر یعنی از زمان عبدالرحمن خان امان الله خان واژه افغان یا افغانستان در افغانستان مروج میشه. و یک بخشی که من میخوایم خدمت عرض بکنم در اینجا بسیار مهم است و او بدبختانه شوربختانه کشور ایران، کشور همتبار، همزبان و همریشه ما و شما ایران هست که خب در تاریخ مثلا زمان عبدالرحمن خان و زمان امان الله خان اینا قراردادایی که نوشته میشه یا مکتوبایی که رد و بدل میشه، ایران هم کوشش داشته و کوشش داره که واژه افغانستان را در افغانستان جایگزین بسازه، واژه افغانستان را در افغانستان جا بیندازه.
خب در یک مقطعی که حاکمیت ایران دست حکام قاجار بودن و قاجار مسلما مربوط به اقوام ترکبار هستند، مربوط به قوم ترکمن هستند. اونا مسائل هویت ملی یا مسائل ایران و زبان فارسی برایشان مهم نیست. اونا مرتبط یک همچنین خطایی شدن. حتی در امروز هم مثلا خب جمهوری اسلامی ایران زیادتر در کنار طالبان ایستاد هستند و روی موضوع هویت افغان و افغانی به اصطلاح چی دارن، دست دارن، دخیل هستن. اما واژه افغان تا اونجایی که ما به اصطلاح اطلاعات دارم از زمان عبدالرحمن خان و به خصوص زمان امان‌الله خان و محمود طرزی، توسط محمود طرزی برنامه‌ریزی شده به عنوان یک ناسیونالیسم ملی و بعد زمان ظاهر هم این حرکت نرم و ملایم خود داشته و به خصوص زمان داوود بعداً. یعنی داوود ما میتونیم بگیم که داوود شخصیت است که پدر فاشیسم نوین افغانی در افغانستان هست. برداشتن کتاب هایی که مثلا قرائت فارسی بود، دروس فارسی، کلمات فارسی، اینا از زمان داوود بیشتر چی شدن به اصطلاح به شکل خشن و علمی و برنامه‌ریزی شدگیش در افغانستان طرح‌ریزی شد. من یک خاطراتی که خودم مثلا از گوش خود شنیدم از کسی که به اصطلاح یکی از او فرزندای جنرالای خاص داوود بود. او برای ما کوتاه صحبت میکنم، میگه که من در مزار پدر من قماندان فرقه دیدادی مزار بود و در مکتب که من رفتم، در مکتب معلم ما برای ما درس داد به نام فارسی و قرائت فارسی. برای من شاید چون پدرم گفته بود دری، من احساس شدم برای معلم اعتراض کنم که زبان دری فارسی نیست، فارسی ایرانی است. مگه خب معلم سر من کم قار شد، من کم امروز قال مغال کردم چی کردم، خب معلم با خشونت به امروز ما برخورد کرد. مگه من خانه آمدم برای پدر خود صحبت کردم، پدرم عاجل مگه بادیگاردای خود که سوار جیب شد رفت در خانه زمو معلم، آنقدر گفت رو لط کرد که بهش گفت ما فلان چیز بد خوردم که کار کردم. یعنی بعد ما چی نشه بگم، بهش گفت تلقین که بگو که ما گو خوردم که کار کردم. و بعد از لط کردن بسیار زیاد برای معلم گفت عرض 24 ساعت باید از مزار گم شوه. مگه برادر معلم خطیب روضیه شریف بود، با گوسفند و با عذر و با کلانای مزار آمد در خانه ما، از پدر ما معذرت خواست که خب یک غلط کرده، یک بد کرده، شما روی این موضوع زیاد پافشاری نکنن. گفت پدرم بالاخره صاحب از ما خطیب روضیه شریف قبول کرد که برادرت باشد، منتها دیگه از بدا نکنه. یعنی زمان داوود یک حرکت بسیار هدفمند، یک حرکت بسیار برنامه‌ریزی شدگی برای افغان ساختن افغانستان، تأسیس حزب افغان ملت، سرودی به اصطلاح یک سرود خاصی داشتن که سوچ دا ازمک آسمان وی، سوچ دا جهان ویدان وی، سوچ پاتیا افغان وی، تیل دیوی افغانستان وی، یک همچنین چیزی که تا یک افغان زنده است این سرزمین مربوط به افغان ها هستن. اینا زمان داوود یک جان تازه گرفت فاشیسم افغانی و از زمان داوود خب ادامه داشته. مثلا خب زمان حزب دموکراتیک خلق افغانستان این موضوع بود، به خصوص زمان نجیب و بعد 20 ساله که کرزی و احمدزی بود که اینا به خصوص احمدزی این موضوع رو بسیار زیاد دامن زد و امروز هم که در اوج فاجعه ما قرار داریم که